داداش کیه این دیگه داره اروم نمیدونم. سلام. سلام. قسمت 43 343 ناروتو منوتو ناروتو منوتو. توبی ازش رونمایی میشه این قسمت. ببین کی بهت گفت هرچی هم گفتیم با واسه پشت هم میذارم قشنگ میشن بده مگه شیکابا دیگه این کار پشه میخواد بگیره خیلی بزرگ بود دیگه اینو دیگه نمیتونه غیر مادی کنه خودشو نه؟ آمد بیرون الی کاش اینو کاموی میزد الی آره میترکید این مرد امکان نداره بابا رفیقشه دیگه دوشون مرد که خب همینو داره میگه امکان نداره مثلا زنده باشه قبرشو نشون میده علی جان خودشه پشما چرا خب هم پسر عینکی است آره بابا آجی این که مرد چرا رفیقا همش اینجوری میشن ساسکه ناروتو کاکاشی اون ولی علی خودشه یه قسمت دیگه وقتی کاکاشی دید گفت بعدم به حساب تو میرسم به جون تو فکر کنم من توبی بشم میام سراغت تو رو کاکاشی کردم اینا چرا؟ خب برای چی آقا اگه چرا چشم تو دل به کاکاشی؟ آخ تنهایی میای جلو وای بابا حلاله اوف گرفتش چی نگوتیش خوار مادری بایه خوردی؟ من تنها نیستم یه لشکر پشتم کراما هم هست عجیبی همه بچه های بابا خرابم نکن همون نجات کاری نگی کاکاشی سنسه حالا چشات استاد چیکار میکنی بس حافظت سوخته چک کردی کاکاشی منگه هنگه علی خودش رفیق است که حالش خراب شده ها گفت چطور ممکنه ولی چطور ممکنه واقعا چیزی که من به شاگردان میگم برو داداش برو نکن قیافت اونجوری استاد دوست دارم ای بابا چی؟ حتی میزن سری رچ ابایی ندارم حالا میخوام نشون بدم خطا نمیشه علی جفتشون کاموی میخوام بزنن آره همه رو میخواد بکشه زنجیر کرد دوباره علی وای کاورم کن باریکلا راستنگان اوه داره بزرگ میساز وای از پشت الان میاد ها کاگه بونشین زده علی آره وای چشش خون اومد کاکاشی نمیره علی جدی کاکاشی نینجای کپی یکم دیره آجی نمیمیره نه چی شد؟ وای این تو دنیای خودش علی آره بوری خود بدل رو جا به جا میکرد کاکاشی زدش جونه تو دیگه علی ماسک خورد شد زدش این ماسکش چی؟ ماسکش کنده ماسکش خورد شد آجی
موها رو دیدی اینجوری بود. حالا الان معلوم میشه ولی اگه شیسوی باشه چی؟ داداش موهاش رو ببین. ببین نه کوتاه موهاش مثل شیسوی. آقا این به خزر نگرد ولی رفیقشه. آره دیگه معلوم شد. اون چیزی که گفتش دفعه تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ آخه این قسمت جدیه. فکر کنم وای علی خودشه. علی دیگه خودشه حاجی. 100%. آخه علی مرد. خب الان نشون میده چطوری نمرده ها. من میدرسم بعد وای استادگاه کاکاشی رو ببین. استادگاه چه بد بوده. ببخشید بچه. کاکاشی وایساده. چرا داداش رفیقا رو اینجوری نشون داد؟ آره دختره چه بلای سرش اومد؟ مرد. ها چی؟ رفیقا رو چرا اینجوری میکنه؟ ساسکی، ناروتو، کاکاشی این توری تمارینه. داداش حاجی بلد نیست هنوز اسمشیون میدی تمارین اصلا غلطه. میگفتی یه دوره کردم اسم یارو رو میگی تمارینه. پسر جون جمع تمرین رو میگم. چقدر بدید. آخ پدر. کاکاشی اوبیتو بود علی اسمش. اوبیتو میگم اسمش چیه؟ گای اوبیسو اصلا فکر نمی‌کردم این باشه. ایبیکی هایاتا تو کار. نه من خیلی شیسوی گفته میکردم حقیقتا. اگه حتی این بچه‌ها به من داداش همه رو حد بگن شیسویه چیزی من همین الان بازم گفتم شیسوی تا اینو میدیدم به خدا وکیل. آخه موهاش مثل شیسوی نبود. شبیه شکلات بزنی چی نگو. آخه این چرا باید بخواد نابود کن؟ الان میگه دیگه بکشو نشون بده ما خراب نشونده چی آخه بعد ما حرف بزنم. نه چیزی نمیخوام کاری بوتو ندارم. چیزی بخور. این میگه اینقدر بچه نبوده. چرا بابا مثل کابوتو دیگه بزرگ شده دارک شده. وایسا بزرگ نشده داداش. وقتی که مرده بچه بوده. خب بعد بابای داداش گوش کنید اون همو بخور بفرم کوچوله بوده بازم جسم اوتوبیو داشته ماسک میزده میجنگیده. پس اون نیست. میخوای به این برس؟ نه حرکت داره خودش نشون میده اون آخه. داداش دیگه گیر نده داداش دیگه. چه اصراری داری؟ استادگاه ببینید علی همش به دختره نگاه میکردی. اخ اومد ریده استادگاه گوشه بد زد. استادگاه شکلات افتاد. برای اون از استادگاه بدش میاد. شکل افتاد مثل ماه قرمزی که میخواد انجام بده. دختره بستش. چقدر بدون دیالوگ و چند میخوام یه روزی من مکاگه بشم. پشمام. آره مثل ناروتو حتما میشی. پشمام. آره فدات شم. علی میبینم تو این سه مرده. خب داداش این نباید بتونه چجوری پس این نیست. شروع کن دوباره. نه بابا من میخوام میدونی چی میگم. بچه بوده وقتی که مرد یعنی زخمی شده. حالا هرچی خب زخمی شده چجوری باید مثلا باید 17-18 سالش باشه ماسک زده باشه. میفهمی چی میگم؟ مثلا 12 خب چند سال بعد میشه 17-18 که بابای ناروتو داشته میجنگیده دی. بابای ناروتو که پیر نمرده که من اینو میگم. آره استادگاه از این بهتره. به چی میخندی وقتی بهتره؟ خوب استادگاه ویلن نیست. قویه. خوب دیگه دخترها تشویقش میگرده. آره کاکاشی هم داشته کاکاشی تشویق میکرده. علی حسودی شده. دختر کاکاشی رو میخواسته. بعد این کینه کرده. این دختره رو میخواسته. دختر کاکاشی رو میخواسته. چقدر بی دیالوگ باحال نشون داد بهمون. برای همین چشماشو داده به کاکاشی که دختره رو ببینه انگار. خرابم نکن. آره واقعا علی ببین چه افسرده شد. چونین شد. بعد تمرین میکنه صبح تا شب به دختر برسه ولی نمیتونه. یادم اون قسمت حاجی هر کار میکرد شارینگانش فعال نمیشد. یعنی انقدر بد بود شارینگانه. بعد تو چشاش قطره میریخ. نه کاری با ندارم شارینگانش خیلی فعال نمیشد. داره میگه برو به کاکاشی بگو دوست. نه وال خریده بس. ولی اینو نمیخواد. روش نمیشه. انگار نمیتونسته بهش بگه. علی بعد یه داداش رود نشه بگی به طرف.
نمیشه دیگه. کارنامه است. اوه هرسش گرفت. کاکاشی جنین شد. ببین داره خنده مصنوعی میکنه. آره ولی درونش چه خبره؟ بچگی رقیب کاکاشی بوده. اوبیتو. وای علی این همون مأموریته که مرد. آره آخه چجوری زنده است؟ یه چیزی میشه نذاری. این استادشون بود بابا اینو. آره با استادشون بود. بعد کاکاشی شده استاد بچه این. آره. اسم 300 شده. یه ذره دیره ولی خیلی قشنگه اینجا. قشنگ استاد حال کردن. نذار استاد میخواد نذاری بس. استاد منظورت اینه؟ استاد اینا چراغه. خوش دست آجی بگیر. وای این گفت من چشمامو میدم بهت علی. آره Thank you. اوبیتو ناراحت شد. کاکاشی باید مردانه میکشیده کنار نه؟ داداش از کجا بکشه کنار؟ اصلا کاکاشی تو نخ دختره نیست. آره. نیش سفید. متفرق شد. خیلی ناراحته آجی. چی میگی؟ اوبیتو رو میگم. ای نمیتونست بزنه دفعات قبا. اینجا دزدیدن دختره رو. آره یادمه. غیب شدن. امکان نداره یکی از اینا باشه نه داداش ول کن دیگه اوبیتوه. من دوست دارم اونجا که بهم نشون میدن چه فکر نکنم. خب مریضی خوب داداش یه خروار سن ریخ روش. تو هم مثل باباتی. دقیقا. گفتی بابات قهرمان تو اینجوری فکر میکنی. برای من بابای تو قهرمانه. بی ارزشن عوضی. برعکسه. این میخواست بچه خوبه باشه برعکس باباش. ولی برگشت جنگید برای اینا دیگه. آجی اینا چه داستانه. چه کینه ای داره این توبیلی. خیلی چیز اوبیتو. ای کیه؟ کاکاشی. بریم بریم سرشون اصلا بتونم بتر کنم با این دستم ها. الان اینقدر بالام. سرشون هم اینقدر خوبه چجوری بتر کنم. سنسی. سنسی نبوده اون زمان. پشت داشته چشم زد اینجا. چقدر خوب شد نشون داد. من اصلا یادم نبود این زخمه برای این بوده. اینجا شارینگانش فعال شده به صورت اجباری. آره. ببین 2 گارپوزه است. اوچیها ببین. آره 2 شخله است. 2 گارپوزه. آزادش کن. سلام داداش. آقا وایسه شاید ما چیزی نیدیم. آخه اوبیتو خودش برای کاکاشی فدا کرده علی. کاکاشی این انداخته اون ور خودش رفته زیر سنگ. با کسی که یه بار فداکاری کرده چرا اومده الان؟ بعد چرا الان اینطوری شده خب؟ یعنی داشت علی الان هم دروغ میگفت من این برام مهمه. اومد ماسک زده شد. چه کاتی داد.
اوبیتو تویی؟ حاجی چه کاتی، چه صحنه‌ای. خیلی خوب بود. وای علی نقشه بوده شاید که فکر کنن مرده. چطوری زنده است خب؟ نگفت حاجی تو همین. نه نگو. صداش تغییر کرد. آره راست میگی. آها میخواد اینجا باز بگه. آره کاش اوبیتو رو میزدم رو ایتاچی و مادارم. من میزنم اوبیتو رو. سفارش بده. اوه استاد اوبیتو نشست به دلش مسکه. آره جون تو حاجی دیگه فکر نمی‌کردم با توبی حال کن. از دوستان محافظت. بمیر بابا دیگه. توبی فکر الان مثلا 2 روزی برای مادارم اشک میریزیم. ولی تو اون روز بگو دیگه چرا زنده. ببین علی خودشو برای کاکاشی فدا کرد. آره کشون بردش. خب بابا دیگه خب نقشه است. به جون علی نقشه است. آخه نباید له شده باشه. ببین وایسا کی داره نگاه میکنه؟ اوبیتو دیگه. نه خب اون که باید زیر سنگ باشه. اون بدلش بوده یعنی. وای فکر کنم جون تو علی. از زیر نه راست میگی. ها نه راست میگی از زیر سنگ. از زیر سنگ. فکر کردم مثل نارزا چیز زده کاوی بونشین زده. نمیشه داداش تلاش نکن. رامتین چیزی نیست. رامتین آخ وای داداش الان از این سنگ چجوری زنده اومده بیرون؟ نمیدونم واقعا. اونم بچه. خب مگه این که همش نقشه باشه علی. ما گفتیم مرد دیگه همون قسم. اینم کادوی تو. به دختره گفت منتقل کن چشم منو بهش. برین هیچی نگو دیگه. چشمشم زخمی شد قبلش آقا. یادگار توه داداشین. به تو میسپارمش. رین الان کجاست علی؟ رین هم مرد نه؟ نه من یادم نه مرد. خب داداش این الان نباید پودر شده باشه. وای علی مثل ماسکه. آره راست میگی. مثل ماسکه علی. آره چطوری داداش زنده ای خب؟ آخ ببین سنی نداره اینجا. منو بکش. بگو دیگه. لمسش رین. وای علی فقط به رین گذاشتی رین بمیره. آره به خاطر همون کینه کرده چون عاشقش بوده ها. حاجی شبیه زیتسو نیست؟ چرا؟ خب چی میخوای حاجی تو اصلا؟ چون گذاشتی رین بمیره ناراحت حال اومده؟
میخواد دنیا رو نابود کنه. یعنی اون نباشه چرا دنیا مادرها رو انتخاب کردی؟ چی میگی داداش تو بر خوده؟ علیون برای اینکه رین مرده اومده دنیا رو نابود کنه. آره یعنی گفته عشقم نیست دنیا هم نباشه. این علی گلویه به خدا علی گلوی او بیتو اونم کیارشه کاکاش. منم اساگایم. حاجی خوار مادر خیلی خفن شد. واقعیت بچسب سبک آتش و بمیر. وای حتی اون ناروتو علی حتی آتیشش پیچ پیچی بود. آره مثل ماسک. این چی بود؟ کاکاشی اومد جلو. حاجی من 3 کیلو کم کردم. چی هم مادر را ها؟ همه ریختن. الان ملو پیشی میکشه کارپوز بالا هم سیتون اینجا. چشم منو دور دیدی باز. اوبیتو میشناسش؟ چقدر خوب بود. بابا خار مادر چرا همه رو میشناسه؟ قسمت بعد معلوم. جدی چرا بگیری؟ خیلی خفم بود خدایی. ما اصلا پری برام نمونده این قسمت. تو رفت تو قلبم جدی. من فکر کردم مرد ولی نگفت چرا زنده است. نگفت خدایی. یا علی خودش نقشه کشیده بوده که زنده بمونه. آره. یا اصلا کل اون حمله نقشه بوده که اصلا بخواد آقا رد خودشو پاک کنه. عشق مرد دنیا هم نباشه. ولی خب نمیگه به خاطر اینکه رینو ازش محافظت نکردی. آره. گفت محافظت کن کاکاشی قول داد اونجا. من 9 و 4. خیلی خوب بود. این که قطعا جز 5 تا اوله. خب من اصلا ولی شک دارم بگم بهترین قسمته. آره ولی خوب شاید ناگاتو هم خیلی خفن بود خدای پین و آره کابوتو مثلا. من هنوز آخه مادر اصلی رو نمیدونم داستانش چیه. اصلا نمیدونم برای چی هستن برای چی کار می‌خواست بکنه. این برای چی اومده بوده میجنگیده برای چی بوده. آره. ولی من فکر میکنم ناگاتو اوبیتو خیلی رقابت سنگینی دارن برای اینکه اول باشن. آره یه 8 و 9 چرب و چیل. یعنی باید جا بذارم واقعا ببینیم بعدی چی میشه. من 9 و 4 میدم. من عشق عاشقی دوست دارم. 15 هم بدی تاثیر نداره. دمتون گرم. دمتون گرم بچه‌ها. چسبید. چند تا دیدیم؟ 3 تا ناروتو دیدیم. استاد من انقدر دوستش دارم بدمش نون بدم سگایت محل بخورن. انقدر که دوست دارم. دمتون گرم. مراقب خودتون باش. امتیاز تو برامون کامنت کنید و بگید چرا اوبیتو این کارو کرد. اوبیتو گلوی. اوبیتو گلوی. مرد عاشق. جدی باحال شد. نیوزه بوده. والله غریبه.